هنگام گذراندن چورابینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 74 ساله ساکن نوع رودکی همچون گمانبر در قصد رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی دستگیر کرده شد. نامبرده روز 8 سپتامبر سال 2021 تخمینا ساعت 12:00 دقیقه در خانه استقامتیش همسرش زن 37 ساله را لطوکوب نموده است. در نتیجه همسرش موافق خلاصه تشخیص سودی طبی جراحت وزن جسمانی به سلامتیش برداشته است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یکی در نویه فردوسی با عریضه زن 50 ساله ساکن شهر دوشنبه صاحبکار بازار کاروان مراجعت نموده است که روز 3 مارس سال 2021 زن 36 ساله ساکن پایتخت با راه فریب به باوریش درآمده از او به مبلغ 186,000 سومانی جواهرات گوناگون طلایی را گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.